اپلیکیشن شاور واسه معرفی شغل و کسب و کار ساخته شده که بتونن آدما به هم دیگه خودشون رو معرفی کنن. دو تا جنبه داره. وقتی اسممون رو ثبت نام می‌کنیم تو اپلیکیشن، خب وارد یه بانکی از مشاغل میشیم. این یه قسمتش. قسمت دومش دیگه هر کسی، هر شخصی، شرکتی، هر فردی به یه شغلی احتیاج داشت راحت میتونه توی برنامه بره بدن مثلا گچکش، شما تلفن گچکش، نمونه کارش و آدرس پیجش واسش میاد، سنش، چیزایی که نوشته مثلا سنش، تجربه کاریش، نمونه کارش، مدرک تحصیلیش، اینا چطور میشه واسه اون شخص نمایش داده میشه. واسه گرفتن اپلیکیشن شاور باید وارد برنامه بازار بشی یا شاور بشی، یا وارد برنامه بازار بشی یا وارد برنامه مارکت بشی، یا میتونی تو گوگل دریافتش کنی، یا اینکه میتونی کلمه شاور را به 108590 بفرستی، لینک برنامه واسه میاد نصبش میکنی. وقتی نصب کردی برنامه واسه نصب شد رو گوشی، معرفی خود رو میزنی. وقتی معرفی خود پایین صفحه زدی یه کدی واسه میاد، اون کد خود به خود وارد میشه، ثبتش میکنی، دوباره معرفی خود رو میزنی. سری دوم که معرفی خودت رو میزنی میتونی شغل و تجربیات و مشخصات خودت رو وارد کنی که برای دیگران به نمایش داده بشه. خداحافظ.